سراغ این مرد و گفتش میشه اون بطری رو بهم بدی؟ مرد تو همون لحظه گفتش بفرما دختر خوبم. بعدش دختر رو کرد به مرد و گفت میشه اون سیبو هم بدی؟ چند روزی میشه که چیزی نخوردم. مردم گفت که چرا که نه. سیبو تحویلش داد و دختره ازش تشکر کرد. اما تا خواست سیبو بخوره یاد مامانش افتاد که چند روزی میشه که گرسنه است و چیزی نخورده. دختره بدون معطلی رفت سمت مامانش و فراموش کرد کیسه‌شو ببره. حتی مرده هم صداش کرد. مرده هم وقتی دید که کیسه‌شو جا گذاشته برداشت که ببره تحویلش بده. دختره وقتی سیبو برای مامانش برد اون پرسید که این سیبو از کجا آوردی؟ دخترم گفت که یه آقای مهربون بهم دادش. وقتی این مادر و دختر مشغول صحبت و سیب خوردن بودن این مرد با کیسه دختر یهو پیدا شد و از دور وضعیت این مادر و دختر رو دید و دلش به حالشون سوخت. دختر تو همون لحظه سیبو برد سمت مادرش تا بخورتش چون مادرش ناتوان و مریض بود. وقتی مرد دید که وضعیت این مادر و دختر انقدر بده تصمیم گرفت کاری کنه که هیچ کس انتظارشو نداشت. اون برگشت سمت ماشین و غذاهایی که برای خانواده‌اش خریده بود رو به این خانواده فقیر داد که هیچی برای خوردن نداشتن. وقتی این مرد اومد زن شوکه شد ولی دخترش کلی خوشحال شد. مادر و دختر با کار این مرد نمیدونستن چطوری ازش قدردانی کنن و جبرانش کنن. به افتخار این مرد یک جمله براش بنویسید.